نتواند. وای بر حالت که تنهایی، وای بر حالت که تاریک هستی، وای بر حالت که در ظلمات هستی، وای بر حالت که در چی؟ در زندان و حبس و در چی؟ بندی نفس و غیر هستی. یعنی برای همین سلام قرار دادن. سلام کلمه ای که در بهشت از همه بسیارتر گفته شده. سلام کلمه ای که در دنیا از همه بیشتر گفته شده. از همه بیشتر گفته شده. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر صحابگان کبار کلمه سلام را تا اندازه تأکید کرد که گفت پشتی ستم تا خورده با سلام بدی به یک دیگر. در درون مسجد ستم دارد مسجد عادتاً، عمارت های کلان استوانه دارند، ستم دارند. پشتی ستم تا خورده پرسیدن که سلام تکرارش تا چی اندازه؟ گفت عمارت مجلس ده پشتی ستم گذشته اگر سلام ابتدا اثری نگیره، اثری نو اوت کنی بر سلام باز بگرده. که این سلام نام حضرت خداوند، نام کردگار، خالق مخلوقات، رازق موجودات و تمام عالم وجود خلق مخلوقات. انا سلام قرار دادن. نیکی ترک شنده یک کراهیت قرار داد. کراهیت آنقدر مشکلاتی نه، لکن سختی و وزمینی هایی که به یک ترک آداب دینی و آداب ایمانی از دست می رود. هزارها حسرت، هزارها پشیمانی، سالهای طولانی غم و غصه، یا که بیماری و درماندگی یا گرفتاری و زندانی شدن. حالا در قصه ها میاد که در زمان حضرت سلیمان علیه السلام علی نبینا و علیه صلوات الله و تسلیماته و طیباته و رحماته و علی جمیع عباده الصالحین. یا در زمان دیگر پیغمبران علیهم السلام که بیشتر در زمان حضرت سلیمان ملاقات جینیان با انسی ها با آدمیزاد بیشتر بود. برای هم که میگه که سلامت نمی بود اگر فلان، سلامت نمی بود اگر بیسمدان، سلامت نمی بود هلاکت میکردم یا دیگر میکردم یا یلا قمت میکردم یا دیگر. این سلام یک آداب دینی، لکن منفعت آن خدا همراه تو. برای غیر خدا در سلامتی نیست، سلام نیست. برای همین وقتی که سلامتی که در ذات اقدس خداوند است، سلام که خود ذات خداوند است، صفات خداوندی سلام، برای همین حضرت خداوند جل جلاله به زبان انبیا و مرسلینش سلام را قرار داد. سلام را قرار داد. حالا سلام خیلی از بین رفته است. سلام میدهی علیک نمیگیرن. پیغمبر صلی الله علیه و آله بودن سلام که دادی اگر جواب ندادن، جواب نگرفتن، شما خودتون جواب سلامتون جواب گویی کنی. یا بعضی بر طایفه های اشخاصی میشناختگی سلام میدهند یا این و دیگر. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بر تمام خلق مخلوقات خداوند جل جلاله سلام میدادن. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله را در سلام یگان که سبقت کردن نتوانستند، پیش از پیغمبر سلام دادن نتوانستند. از هیبت نبوت و رسالت و نور هدایت که خداوند در قفس سینه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و درون دل پاکشان که به جراحی ملائکه مقرب از خون و از حیثه شیطانی پاک و پاکیزه کرده شده بود، در سینه 3 یا 5 سالگی یا بالا یا پایان و چندین بار دیگر. برای همه حضرت خداوند مینتش کرد. برای همه خداوند در قرآن 7 سلام به یک روایت فرستاده و خداوند سلام را بر مؤمنان در دنیا داده، بر مؤمنان سلام داده. در وقت سفر قیامت به یک روایت حضرت خداوند به هر یک مؤمن سلام میدهد و صاحبان شریعت میگویند که بر کسی که خداوند سلام داد بر بدن او، بر روح و جسد او آتش دوزخ حرام گردیده، یعنی او از عذاب خداوند نجات یافته. برای این حالا بعضی عالما و دانشمندان میگویند که برای استشفا یک کلمه اللهم انت سلام و منک سلام و الیک یرجع السلام، بعضی طولانی تر اللهم انت سلام منک سلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بسلام و ادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا و تعالیت و تکارمت و تعاظمت یا ذل جلال و الاکرام. امی قدر خودش استشفا برای هر درد علت، برای هر چیز. خدایا به حرمت همین دعا، خدایا به حرمت همین 5 یا 7 یا 12 یا نام پاکی تو، نام سلامتی تو ذکر شده که تو مؤمنین را، مؤمنات را، مسلمات را آیت قرآنی گوش داد و خبر دادی ادخلوها بسلام، داخل بهشت شوید به سلام. دیگر درد نیست، رنج نیست، محنت نیست، شکنجه نیست، زندان نیست، ضرب نیست، لد نیست، حقارت نیست، تحقیر نیست، دیگر چیزی نیست از مشاق دنیا، از مشقت ها و محنت ها و غیر آنها. ادخلوها بسلام، داخل شوید بهشت جاودان را همراه خدا.
یک تفسیر، همراه خدا یک تفسیر. داخل شوید بهشت جاودان را از غیر مضرات و تغییرات و تبدیلات در جسد و روحتان. دیگه یگان دیگرگونی نه، درد سر، درد پا، درد دین، درد دل، درد چشم، درد گوش، درد 360 اعضا و پیوند، درد 3000 رگ رشته ای که خداوند به علم حکمتش در جسد انسان مرکب گردانده است و قرار داده است. چیزی از اینها درد علت نداره دیگه. سلامت و ساق سلامت از جمیع غشایش، از جمیع نقایص داخل بهشت جاودان شوید. مهمان سرای خداوند چون مهمان خانه خداست، چون اصلی تمام مخلوقات و موجودات بهشتی که هر زمان 24 ساعت شب و روز امارت بهشت دوام داده ایستاده برای هر یکی ما و شما، برای هر یکی ما و شما. انسان از کار خیر قرار کرد، در بهشت قصر باسیشش امارت‌های بهشتیش قرار کردن. حالا ما یا امارتمان، طهارت خانه‌مان، غسل خانه‌مان، دیگر خانه‌مان، مهمان خانه‌مان، حرم خانه‌مان، یک کاری از کارهای دنیامان اگر بمونه چقدر ریاضت، هوا خنک شد، باد و باران شد، سردی شد، این مان امارت ناپوشانده، با کمالات نارسانده. حالا آن که امارت جاودانه ما و شما در بهشت جاودان از کار خیر ماندیم، همون زمان امارت بهشت ما قرار میگیرد. دیگه گشتای نمیچینن، دیگه بالاهای نمیپوشانن. بهشت جایی که درد نیست، علت نیست، کار نیست، عمل نیست، مشقت و محنت نیست. انمون معنا ادخلوها بی سلام، از همه حوائج سلامت ماندید، چون در زیر رضای خدا و در زیر رضا و رحمت خدا در اعمال صالحات و اصل ایمان لا اله الا الله محمد رسول الله، دنیا و تمام مشقت و محنت ها و تمام سنجش ها و امتحانات بندگی و عبودیت را پشت سر کردید. داخل شوید بهشت جاودان را و سلام. ما غمی نداریم، بیشتری ما غمی نداریم. باور کنی خیلی اکن هر یک انسان به قدر قوت و توان و علم و دانشش شاید با وجود علم و قدر قیمت و دانشش و کمالات فهم و همتش، لکن با اینجا یاری خداوند در کاره. وقتها چقدر از مردم ها از گوش من از برادر شنیدم پرسید، از دانشمند دنیاوی پرسیدشون از همه قیمتترین چیز چی؟ از همه قیمتترین چیز چی؟ یکی این گفته است، یکی وای گفته است، لکن او گفته است نه، وقت، نفس. یک نفس میتونه انسان همراه خدا کنه، یک نفس میتونه انسان داخل بهشت جاودان کنه. بین خلق خدا در دنیا نشسته اهل بهشتی است. بین خلق خدا زیست زندگانی، کسب و کار، معیشت دنیا، 6 جانب پست و بالا و شیست نشست، غم و غصه و شادی و خرسندی و خوردن و پوشیدن و آشامیدن غیر آن. لکن بهشت، درون بهشت حرکت کرده است، جنبش دارد، درون بهشت جنبش دارد، حرکت دارد. انا السلام، اللهم انت سلام منک سلام. خدایا اللهم سلام تو هستی، خدایا اللهم انت سلام، خدایا تو سلام هستی. غیر تو همه از سلامتی کامله، از سلامتی مطلقه محروم است. غیر تو نه. پیغمبران بیمار بودن، دردمند بودن، ترس داشتن، واهمه داشتن، بیم داشتن. تمام انبیا و مرسلین 25 قصه قرآن گواه و شاهد است. حضرت موسی علیه السلام حالا با پیش فرعون رفته، گفت خدایا من میترسم خدایا. گفت حضرت خداوند گفت چی میخواهی؟ گفت هارون برادر من همراه پیغمبر کرد. در یک کلمه دعاش قبول کرد، گفت هارون برادرت همراه. هارون برادر برای من بازو کن. گفت بازو از زمین را میگن، بازو میگن، بازو بگردان. گفت بازوش کردیم، همراهت گردانیدیم. گفت خدایا خون از آنها ذمه من مانده، گفت ما او را بخشیدیم. خدایا گفت من میترسم از آنان که دعوای خون نکنن و صاحب لشکر و صاحب مقام دنیا هستند، وظایف دنیا. گفت که بروی، من همراه شما هستم، همراه حضرت موسی و هارون. در پیغمبر ما و شما علیه السلام ابوبکر صدیق در این شعر شرف آمدن، در این مقام قرار گرفتن. وقتی که ناراحت شدن که دشمنان دین مبادا بر رسول الله زخمه درد علت شکنجه محنتی برسانند، رسول الله از هر طرف حمایه میکرد در اون غار. حضرت رسول الله دل ابوبکر صدیق آرامش دادن. ان الله معنا، غم بخور، نترس ای ابوبکر، خدا همراه ماست. خدا درون غار بود، خدا همراه ماست. حضرت ابوبکر صدیق در مقام
خدمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همون حکومت و فرمانی از خدا به حضرت موسی کلیم عمرانی و حضرت هارون آمده بود، همون حکومت آمد. این الله معنا، خدا همراه ماست. و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این مقامات را به همه امتش ارزانی داشت. کسی لا اله الا الله محمد رسول الله گفته است، سیاه است، کبوت است، زرد است، پست است، بلند است، با قوت است، بی قوت است، ضعیف است، مرد است، زن است، جوان است، پیر است، عالم است، دانشمند است، به علم است، هر طایفه امتون باشه لا اله الا الله محمد رسول الله آورد، او در همین مقام من داد مشمی وظیفه را کن مع الله یکن الله معک، همراه خدا باش، خدا همراه تو باشد. فرمان رسول خدا، خبری مخبری صادق، همراه خدا باش. کجای باشی همراه خدا باش، درونی بتخانه، درونی دایره، درونی کنیشته، هر جایی که باشه انسان با وحدت در درون دلش لا اله الا الله محمد رسول الله باشد، او مشرک خانه و بتخانه و دیر و کنیشت او را ضرر زحمت داده نمیتواند، چون چراغ هدایت و نور لا اله الا الله محمد رسول الله در درون قلبی و درون دل او چراغان و فروزان است. لکن بر همه طایفه خلق مخلوقات خوف و خطر است. برای همین خداوند سلام را ابتدا قرار داد، سلام را قرار داد، اگرچند یک آداب دینی است، لکن با یک روایت حتی ایمان انسان را، ایمان و دین انسان و شریعت انسان و اعمال صالحاتی که تا امروز انجام داده است یک سلام حمایش بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، یا السلام علیکم، یا لفظ حدیث دیگر سلام علیکم، سلام علیک، سلام علیکی. اگر چند علمی صرف یا علمی نحو تقسیمات داده است، یکی را یک، دو را دو، سه را سه، زیاده را زیاد. سلام علیک، سلام علیکما، سلام علیکم، سلام علیکی، سلام علیکما، سلام علیکن. یک زن، دو زن، سه زن زیاده، یک مرد، مرد، سه زن مرد زیاده. لکن حتی ایمان انسان را محافظت شد به سلام. بعضی مشایخ شریعت یک آداب دین، یک آداب خدا و رسول خدا و آداب تمام انبیا و مرسلین ایمان انسان را در محافظت قرار داده. السلام علیکم و علیکم السلام. خدا همراه که باشد او انسان حتی ایمان شد، یعنی خطر است که اگر سلام ناداده چیزی گویه یا عمل انجام دهه ابتدا با سلام نکرده، خطر است شاید ایمان از دست رود، شاید اعمال صالحات، طاعات، عبادات و بندگی ها از دست بروند. در هر یک کلمات خدا و رسول خدا، در هر یک کلمات آداب رسول خدا که خدا در زیر آیت استعیذ بالله و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدها و دهها و هزارها حکمتها و نجاتها و سعادتها و سلامتها و رضاها و رحمتهای خدا قرار گرفته که برای همه او را فهمیدن، برای همه او را خواندن و دانستن عمر انسان کفایه نمیکنه. برای بعض علم میشنوی، بعض علم میخوانی، بعض علم میپرسی، بعض علم میبینی. شنیدن کی بود مانند دیدن. اگر چند نزد علمای شریعت از گفتار پیغمبر از کردارش فرقی داشتند، بعضی کردار بر قول زیادر ترجیح دادن، بعضی گفتار بر فعلشان، بر فعل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترجیح دادن، تقویه دادن. بعضی گفتن فعلشان، کردگیشان، ای گفتگیشان زیادتر و بالاتر بلند مقام. بعضی گفتن گفتگیشان از کردگیشان مقامش بالاتر و بلندتر. برای آن چیزی که کرد، برای چی نگفتم و کردگیش که همین خیلی من بکنه در بعضی چیزا کلا نه، در بعضی چیزا برای آنکه امت ترحم کرد از روی رحمتی که حضرت خداوند 100 پارچه رحمت در 18,000 عالم آفریده باشه، یک پارچه همون رحمت در تمام خلق مخلوقات و 99 پارچه همون رحمت در ذات محمدی صلوات الله و تسلیمات علیه و آله و صحبه تقسیم کرد، در ذات پیغمبر، در ذات حضرت خداوند، در ذات محمدی داد. 99 حصه رحمت در وجود رحمت للعالمین عنایت کرد. نگفت برای چی کرد و نگفت که بکنه، برای آن که گفت اگر میگفتم که بکنه نمیکردن، شاید که گناه، بی‌فرمانی، بی‌طاعتی، سرکشی ظاهر میشید. چون کدامش کرد ثواب و اجر مقام و مرتبه حاصل کرد، کدامش نکرد به زبان که تلفظ نکردم بکسی نداره، این اختیار گذاشتم گویا. بعضی مشایخ اهل حدیث، استادان حدیث همیشه گفتن
بعضیش گفتن که انا سخن گفتگیش ای فعلشون در مقامش بلندتر و بالاتر، برای که وقتی گفت گویا تاکید شده. همچنانه که نماز ویتر گفتیم، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه پرسیدن که این ویتر واجب گفته شما، واجب حکم فرض داره عملا لا اعتقادا، شما دلیل و حجت؟ گفت که مداومت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ترکه حضرا ولا سفرا، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه در سفر و نه در حضر در خانهشان و نه در مسافرت و غربتشان نماز ویتر ترک نکردن علامت و چی شهادتی چی وجوب است. اگر این سنت میبود آداب میبود شاید در سفر ترک میکردن، لکن ترک نکردن. مثل که سنن الهدا، سنت های مؤکده را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترک کرده بودند. انا برای همین سلام، اللهم انت سلام، خدای تو سلام هستی، سلامت از عیب و نقصان هستی، سلامت از تولد و فرزند داشتن و پدر بودن و مادر بودن و از شریک داشتن و جفت داشتن و مانند داشتن و تشبیه کردن و تمثیل آوردن. خداوند را تمثیل آوردن نمی شود. برای همین قصه های قرآنی و مثل های قرآنی تمثیل ذات خداوندی را نه آورده است، تمثیل دنیا مال و مخلوقات دنیا را آورده است، لکن تمثیل ذات خدا را نیاورده است. یگان مخلوق یگان موجود به خدا تمثیل داده نمی شود، تشبیه داده نمی شود. انا برایم اللهم انت سلام، خدایا تو سلام هستی، و الیک یرجع السلام، و به سوی تو باز میگردد سلام، سلامتی باز به سوی تو میگردد که همش در فرمان تو، همه سلامتی های از کفر، از نفاق، از معصیت، از گناه، از بی یاد خدا، غفلت، نادانی، جهل، گمراهی، معصیت، همه ناسلامتی ها. جسد ناراحت بودن، 360 پیوند علت داشتن، روحشان ویران بودن، جسدشان ویران بودن، ظاهریات، باطنیات، جسمانیات، روحانیات، یمینیات، روحانیات، یساریات، قلبیات، همه وجود انسان خلق مخلوقات، همه سلامتیش باز به سوی تو بگردد. داروی نیست جز داروی ذات اقدس تو، جز داروی عنایت و یاری تو. یگان دارو و دردمان یگان چیزی. حضرت موسی علیه السلام از خداوند پرسید خدا درد علت اینا را کی میدهه؟ در درد علت غم و غصه و شکنجه و محنت همه داخل می شود. درد که گفت من میتیم، شفا را کی میتید؟ گفت حضرت خداوند جواب داد در ملاقات موسی عمرانی علیه السلام، گفت شفا را من میتیم. گفت دیگه ای آدما نباشد، طبیبها، دانشمندها، دعاخوانها، دعاگوها، دیگر چیزا، اینا چی خدمت اجرا میکنن؟ گفت اینا بنده های من دلبرداری میکنند. خدا یکه و یگانه خدا هست، خدا تو شفا میتیه، حاجتی تو خدا روا میکنه، اینا دلبرداری میکنن. گفت همش در دست من ای و الیک یرجع السلام، بسوی تو میگرده همه سلامتی های از کفر، از نفاق، از معصیت، از نافرمانی، از دردها، علتها، ظاهری، باطنی، جسمانی، زمینی، آسمانی، دنیوی، اخروی، همش بسوی تو. و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام، حیات ببخش ما را خدایا به سلامتی از کفر و نفاق، به سلامتی از معصیت و نافرمانی و دوری از یاد تو و از رحمتی تو، از رضا و رحمتت. الله حینا ربنا بالسلام، زنده گردان ما را. حضرات انبیا و مرسلین از روی چی؟ مهربانی و رحمت، برای که دعا به اجابت نزدیک شود، چند هزار ساله راه پیش رود، در مابین دعا ربنا آوردن. حینا ربنا نباشه اول ابتدان در ربنا نه آمده است، در دیم جملش نه آمده است. این ربنا را از روی مهربانی، از روی طریقی حمد ثنا، رب گفتن اسم ذات خداوند است. حینا ربنا، زنده گردان پروردگار، زنده گردان مایان را، پروردگار مایان، مربی مایان، خالق و رازق مایان، ما را زنده گردان بالسلام، با همراهی سلام، ما را زنده گردان همراه خداوندیت، ما را همراه خودت بگردان که تو سلام هستی، یعنی ما را همراه ما بگردان، سلامتی از همه چیزها را. یا آدم گوشش سلامت نیست، یا آدم چشمش سلامت نیست، یا آدم خونش سلامت نیست، یا آدم رگ و پیوندش سلامت نیست، یا آدم پیوند و استخوانش سلامت نیست. 3000 رشته و رگ در بدن انسان، 360 پیوند استخوان، از 354 در بعضی حدیثات تا 360 پیوند استخوان حضرت رسول الله گفت. همه این از همه کمالات نداره، انا پروردگار حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام، خدایا پروردگار را داخل کن مایان را دار سلام را.
اینا ببینید ارشاد پیغمبران علیهم السلام یگان تکیه بر طاعت عبادت و ایمان و اسلام و دین و شریعت نه. این فرض بندگی، فرض بندگی، واجبات بندگی، سنن مستحبات دینی و بندگی دانسته مردان خدا انبیا و مرسلین عبادت کردن خدا را. یعنی وقتی دعا کردن یگان چیز دیگه وسیله نه آوردن. اگر چندی وسیله آوردن در شریعت درست است. آدم نمازی بسیار داشته باشد، روزه‌ای بسیار داشته باشد، ذکر و تلاوت قرآن بسیار داشته باشد، خیر احسان و خوبی و خدمت خلق خدا و خدا داشته باشد، همون را تذکر بچه برای دعاش قریب به اجابت به عرش رساندن دعا کنه قبول است. لکن پیغمبرا را بینه که خالصانه خدایا یگان وجه نه، یعنی فکر عبادت، تکیه بر عبادت، تکیه بر چیزی نکرده. حیینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام، و داخل کن مایان را چه؟ دار سلام را. دار سلام بهشت. خدا دار السلامش گفتن در قرآن، در بیشتر کتاب‌های مقدس آسمانی دار السلام گفته، بشارت دادن امتها را، خدمت آنها را اجر کردن، پاداش کردن، مزد دادن، محنت دادن، شادیانه دادن، حیدوانه دادن پیشکی که و ادخلنا دار السلام، داری سلامتی، داری که غم نیست، غصه نیست، محنت نیست، علت نیست، خواب و خیال و شکنجه و محنت، یگان فکر و یگان عقیده باطله و فاسقه و فاسده و غضب و شکنجه و محنت، حسد و رشک و بدبینی و برادر حتی خدای نشان ندهد پدر فرزنده برای مال بسیار داشتن شاید بدبینه، حسد کنه که یک من بسیار داره. این چی جای برادر، خواهر، اکا و دادر؟ یک کاری حافظی کل قرآن 5 ساله 7 ساله کودک میپرسن که تو در باب برادرها چی میگویی؟ آیت حضرت یوسف میخونه، علم قرآن ده. یعنی و پیغمبر زاده بودن، با برادرشون چنین کردن علیهم السلام. و با یک روایت در تفسیر نصفی آورده است که 11 برادر حضرت یوسف نبوت و رسالت یا پیغمبری یافتند، درجه پیغمبری داشتن آنها بعد حضرت یوسف علیه السلام، با وجود خطا، با وجود که سلامتی که از جانب خداست، همون سلامتی را نرسیدن. 40 سال یا 80 سال توفیق توبه کردن رو نرسیدن. حضرت یعقوب بیشتر برای همین گریزاره کرد خدا را که فرزندام خدایا هلاک میشوند، فرزندام برباد میشوند، توفیق طاعتشان بتی، توفیق توبهشان بتی، توفیق توبه یافتن خیلی و ادخلنا دار السلام، داخل کن ما را دار سلام را، بهشت جاودان را، جایی که وعده دادی خدا به علم قضا و قدر حکمتت همه کمبودی ها و نقصان ها و همه ناراحتی ها را رد کردی و دور کردی. تبارکت، مبارک هستی، تبارکت ربنا، تو بسیار مبارک هستی، خدای پربرکات هستی. خداوند حضرت عیسی را گفت پربرکات، خداوند حضرات انبیا و مرسلین را گفت پربرکات. حضرت عیسی را به زبانش گفت که بگو که من مبارک هستم، مبارک است روزی که تولد شدم، مبارک است که روز خداوند منم میمیرانه. نیکی نگفت کی میمیرانه. روز من به دنیا آمدم مبارک است، من مبارکم، و روز تولدم مبارک و روز سفر قیامتم مبارک. هر کجایی که باشم من مبارک است، آنجا برکت داده شده. در سیما و صورت عیسوی حضرت خداوند حضرات انبیا و مرسلین را حاضر کرد که همه پیغمبران پر برکات بودند. تبارکت، صاحب مبارک تو هستی خدایا، مبارک و پر برکات تو هستی. تبارکت ربنا، پروردگار مایان تو بسیار مبارک هستی. خداوند خود مبارک است. این خداوند اینقدر عنایت کرده، اینقدر علم حکمت از عرش اعلی با واسطه جبرائیل امین و انبیا و مرسلین به ما و شما ارزانی داشته است. ولی شاید خیلی و بسیار خسته و خجل میشیم. حضرت رسول الله حتی گفتن که وقتی مرد، انسان، بنده، مخلوق، امت از مجلس میخیزه باید که سلام بچه بخیزه بروه. سلام اول و آخر فرقی ندارن گفته. اوی در مجلس میدره سلام میتیه، اوی از مجلس میخیزه، اینش از ویش فرقی ندارن در ثواب و اجر مقام. حتی در خیستن هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی ودای بنده مسلمان، ودای بنده مسلمان، با یکدیگر ودا کردن، با یکدیگر به خدا سپاریدن. تبارک ربنا و تعالیت، و بسیار عالی است خدایا. عقل، علم و دانش و فهم، درک ذات اقدسی تو و انوار مقدسات وجه کریمت را کردن نمیتونه. بسیار عالی هستی. همچنانه که از نام علی، نام علی یکی از نام های خداوند علی می باشد. تبارکت و تعالیت، بسیار عالی هستی، و تعاظمت، بسیار عظیم هستی.
یا ذوالجلال و الاکرام، ای صاحب جلال و اکرام. حضرت خداوند جل جلاله با کمالات علم دین و با کمالات شریعت های پیغمبران علیه السلام، خصوصا با شریعت کامله و شریعت غرای زیبای جود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، تمام عالم هستی را سرپرستی کرد، مهربانی کرد، نوازش کرد، رحمت کرد و فضیلت کرد و برکات کرد. حالا خیلی ما و شما اگر یک انسان، حتی در بعض روایت آمده است که یک نیکویی را حضرت رسول الله گفتن که یک نیکویی که در یک حرف قرآن، در یک حرف قرآن 10 ثواب، از 10 ثواب به حضرت روایت از حضرت علی کرم الله وجهه 50 ثواب، از این بالاتر در علم خدا گفتن اگر به یک شتر کشتن ثواب یک حرف قرآن 10 ثواب، از همین 10 ثواب یک تش بگیم ثواب یک شتر کشتن گرفته است در راه خدا فدا که از یک شتر چخیل می شود. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و جواب صحابگان کبار می بود که آداب نیست که ثواب قرآن از 10 یک حرف قرآن از 10 ثوابش یک تشه به یک شتر کشتن قرار دادن. آداب نیست. این از اینم بالاست گفتگی، اینم بالا و بلند است. حالا نیکی برای همین سلامی که میگیم، شاید سلام مردم از پسندم نکنن، پروایی هم نداشته باشند در باب سلام. حالا ما تذکر دادیم، تاکید کردیم که حتی ایمان انسان خطری است که از دست برود، اعمال صالحات شاید نعوذ بالله خطری است که از بین برود. همونجا یک کلمه میگه کافر میشه، تمام سلام که گفت از همون کلمه کفر خداوند به نام سلامیش او را محفوظ میگردانه. یک کلمه میگه که خانش حرام میشوه، از دفتش بی نصیب میشوه. یک کلمه میگه از پدر یا مادر عاق میشوه. یک کلمه میگه که خدا از او ناخشنود و در غضب میشوه. یک کلمه میگه که حضرت رحمت للعالمین پیغمبر خدا ناخشنود و در غضب میآید. انا سلام ندادن. برای همین شاید این بسیار اینا آدابند. برای همین رسول الله گفت صلی الله علیه و سلم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خداوند ادب داد مرا و بسیار ادب خوب داد مرا. ادب پیغمبران ادب خداوند است. از بیبی عایشه مادرمان رضی الله عنها پرسیدن که رفتار پیغمبر، اخلاق پیغمبر، گفتار پیغمبر چیسان بود؟ حضرت بیبی عایشه مادرمان رضی الله عنها گفتن که کان خلقه القرآن. چند روایت آمده است اخلاق پیغمبر قرآن بود. هر آن چیزی که فرمان خدا بود، هر آن چیزی که چی کلام مقدس الهی قرآن بود، همان بود رفتار پیغمبر. برای همین یک سلام، حالا این ابتدای هر یک مجلس، ابتدای هر یک آخری، خدا را به یکدیگر همراه گردانیدن، خدا را یاری یکدیگرنده از درگاهش یاری پرسیدن. همه نتایجی که به زبان که ترجمان قلب است، همون چی مقصد و حاجت و مشکل و خبری که داریم، همون را برای او رسانیدن وقتی میرسانیم او ضرر نبینه، ما ضرر نبینیم. ایمان اسلام و دین و اعمال صالحات اطرافیان من همین دو مخاطب، خطاب کننده و مخاطب و مخاطب زلل نبیند. برای همین در اصلاح آوردن یک کلمه سلام، کوتاه‌تر سلام علیک. اینش هم درست نیکی از همه لفظ زیباترش، چون در عبادات، در کار خیرات و خوبی چقدر حرف زیاد شید، در دعا، در مناجات، در ذکر حرف زیاد شید، ثواب زیاد بشود. السلام علیکم، السلام علیکم نباشه سلام علیکم هم بگه میشه، سلام علیک هم بگه میشه. برای در یک سلام اینقدر نتایج. حالا همت ندارد که مردی جوان، مردی موی سفید یا پیری را یا استاد قرآن یا دانشمندی را همین ره گذشتن شد همت ندارد 3 قدم بدازه. داملا بیا که استادم بیا که خارجان کو بیا از زیارتت کنیم، بیا از زیارتت کنیم، بیام از زیارتت کنیم. نه، یک قدم داختن برای 30 ثواب، برای 30 ثواب قدم داختن همت نمینه. او که اومد به تو چی میرسه دیگه، چیش میمونه؟ نباشه با یک روایت آدمی سلام دهنده ابتدای سلام از 10 تا 20 30 آدمی علیک میگیره 60 برابر همی ثواب زیاد میشه و یک باره 3 کره 6 18 1800 حسنه، 1800 ثواب کسی علیک میگیره. برای چی؟ برای که او کبره، غروره، شیطنت، منافقی و بی ایمانی و بدینی و خودبینی را ای وجودش دور مینه وقتی علیک میگیره. سلام دهندن از 10 تا 20 30 علیک میگرفتگی 60 برابر ثوابش زیاد میشود. اگر و علیکم السلام بگه
10 به 6 ضرب بزنی به 60 600 میشوه. اگر و علیکم السلام و رحمت الله بگه 1200 ثواب میشوه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بگه 1800 ثواب در مجرد یک سلام جواب میگیره. حضرت استاد شیخ محمد صالح پردیل میگه که وقتی از مجلس خیستیم سلام وداع میتیا، وقتی از مجلس میگه خیستیم ای 30 ثواب یا دیگر محروم نکنه، ای 30 ثواب یا دیگر محروم نکنه و مجلس هم میبرای. ای مجلس انا می ثواب میگه، می ثواب سلام میگه که ده همی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 30 ثواب لک ابتداء. در حدیث آمده است کسی جواب میتیا 60 برابر ثواب زیاد کرده میشوه، برای که کبر و غرور میشکنه. یکی آدم من ندیده سلامش میتی، یکیش نگهت نمینه، یکیش هم تمیگرده نگهت مینه میره. توبه خدایا توبه، خدایا توبه. تو گفته ایستش خدا همراهت باش، تو خدا، من خدا را با تو دادم، بگی خدا را. اونا میگیره خدا را، میگرده نگهت مینه. انا فرعون شرط نیست من برم تو را در مصر پادشاهت کنم بعد فرعون شای. یک سامان داشته باشی اگر در کیسه سلام یک کسی علیک نگیری، ایا کس خطا زیاد بدونی فرعون شده بر وقت. ایا مخلوق، ایا بنده خدا خطا زیاد بدونی الکی فرعون شده. وای بر حال میلیون دارا که شاید پدر و مادرش. ما دیدیم، ما را بسیار در محاکمه ها فیراد مینن، در محاکمه و کشمکش ها و جنجال ها فیراد مینن. رئیسی بی پل، رئیسی بی منصب، رئیسی بی حجره. مسلط خب که یک کمپیر برای ده خورم در خب که بعد این پرسی کمپیر که او شد ای خانه تا خدا بسوزه بدبختی خدا زده اهل لعنت شدی تو نخواه کسی که ای شکمی عموده شکمش گردون تره، ای خونش خدا گوشت پوست داد تره. تو امرا بگوی کمپیر خب که برای 4 سوم حرامه به زکات و به عشری به خیراتی که ای رسیه یا ای یهودی یا ای نصرانی یا دزدیده است یا فریبکس یا خورد است یا کارکس آورده است برای 4 دلار حرامش کمپیر خب که کمپیر. یه خدای کمپیر کی باشه؟ ما این چیزایی که واقعا میبینیم. انا سلام برای همی کرونا شوه، انا همی کرونا شوه، آدم منافق نشوه، فرعون نشوه، بی ایمان نشوه، بی دین نشوه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که من یک آدمی که لباس نو پوشه و فخر نکنه تعجب میکنم که همین آدم در دنیا باشه یا نباشه. آدم باید لباس نو پوشیدن در فخر میدرویه. حالا که خودش میبینه، زیبا میبینه، بزرگ میبینه خودش. نباشه در شریعت تمام پیغمبران علیهم السلام، تمام مشایخ شریعت و طریقت گفتن که دین 3 حرف است. زهد ز زا ها دال، زا ها دال. زش ترک زینت، حسن جمال نکردن پیغمبرا، اولیاء و عزیزا ترک زینت کردن. بچه های منال در روز 15 بار سرش و شونه بینن. اهل طریقت 1 بار در شب، 1 بار در روز، 2 بار در 24 ساعت حقی در آینه نگاه کنه دارد، دیگه باید نگاه نکنه. این میخیل، این میخیل. یه بچم بستش که همی شونه ریشی بلگی جا کرده. برای اهل طریقت در 24 ساعت 2 بار اجازت هست، ای 2 بار زیاد نیست. شب در آینه نظر کردن خطاست، روزگر بینی تو روی خود رواست. حضرت رسول گفت که المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است، مؤمن آینه مؤمن است. باید دیگه چه حاجتی آینه بندی، چه حاجتی دیگه آینه بندی. انا برای همین حضرت خداوند جل جلاله اینقدر کمالات، اینقدر نیکی، اینقدر فضائل، اینقدر برکات، اینقدر حسن جمال. زاهادال ترک زینت. پیغمبران یگان کسی زینت نکردن، لیکن از همه زیبا بودن. پیغمبران حسن جمال نکردن، لیکن کسی میدید عاشقشان بشید. پیر 1000 ساله کمپیر، 1000 ساله موی سفید، مردی پهلوان جنگی، بحری، آبی، بری، حیوانات، درندگان، پرندگان، کسی میدید که عاشقشون میشید. برای زینت نکردن، پریچوسکه نکردن، پال باکس نزدن، شونه و شامپون و کش و کش نکردن خودشانه. هیچ ترک هوا، ایرا بگیرم اورا بگیرم. اول یک خیلودا ما های نکنی کیشت هم میکنه میگیره. یه بچه او خزینه دار خود شای، او زمین و آسمان ها در فرمان شای. اگر خونی دیگر کنیخته، اگر او که اراده نکاشه یسمای کسی نمیبره برای تو. لله خزائن السماوات والارض، خزینه های زمین و آسمان در من تو چیخته گدا که در خانه مردم.
تو چی وقت خار زلیل که عزت شرف اختا پیش پای یک آدمی نوجوان مرد یا آدمی که زکات فرض خدای نمیتیا اختا محتاج کرده یا کسی ریبا خورده ایست به در خانه اختا خار زلیل کرده تو برای همون 50-100 سوم یا 1200 امله میتیا برای همون شرم میداری ای دیدارش عیب شنه میگوی نقصان شنه میگوی بینمازی شنه میگوی بیزکاتی شنه میگوی حج نرفتن شنه میگوی بیشرمی و بیحیایی اهل بیت شنه میگوی بیدینی و بیایمانی فرزندا شنه میگوی برای میگوی وظیفه قطع میشه اون صد دیگه نمیتیا همی خیل شدیم اگر این خیل نشه پادشاه میشه اگر این خیل نشه پادشاهت مینه خدای تبارک و تعالی در جنده او پادشاهی ملائک در خدمت در اطرافت میبینی شو جینا در خدمت در اطرافت میبینی شو ترک زینت ترک هوا نفس ما را کشته است دنیا و شیطان و نفس دنیا و شیطان و نفس در حدیث قدسی و حدیث نبوی برابر کرده است خدا دنیا مال و متاع و منصب نفس خواهشات طلبات بالا و پایون و چشم و گوش و دست و پا و پایون و بالا و نیکلای ایوان و پترو و همش یعنی ایشه هوا میگن انن شیطانی که 18,000 عالم در ترس بیمای شیطانی که پیغمبرها گفتن حقارتش نکنه که نکشه تو یکی ولی ما نعوذ بالله پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک در پیشش از صحابه شیطان دشنام داد معاذ الله ولا حول ولا قوت الا بالله دشنام نتی گفت فانه یکبر تو دشنام دادی و کلون میشوه او دشنام گناه کشید و کلون میشه با قوت میشه دیگه تو ظفر یافته نمیتونی بالای او دیگه قوت نمیابی بالاش بلکه چی فاستعذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بل قولوا ولا حول ولا قوت الا بالله بلکه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی از این بگه او صغیر میشه و ناتوان میشه و میده میشه و بی قوت میشه چندی تو تقوا که ایمان و اعمال صالحات که تو با قوت میشه و ضعیف میشه زینت ترک هوا نفس ما را نفس کشته است همه خاری و زاریمون ای نفس دال چه دنیا همه پیغمبران همه عزیزان و بزرگان از این سه خصلتی انسانی و بشری خود را به صفت رحمانی و خداوندی پاک کردند ترک زینت کردند خداوند چنان زیبا و خوشلوش هرگز حاجت به زینت نقش نقاش و چی در بزیب زینت نقش نقاش و خال دیگر نداره 70,000 پرده نور بالای چی جمال پروردگار پرتافتگی بین هر پرده از این پرده تا او پرده 500 سال راه انا خداوند برای چی محتاج به زینت نیست ترک زینت کردن ترک هوا کردن پیغمبران علیهم السلام هوای نفس نداشتند در بعض قصه بعض پیغمبران رو نعوذ بالله در شأنشان بعض سخنایی که نعوذ بالله طبق آیت حدیث آدم اگر کافر هم نشه و گناهکار شدنش انیق در بعض روایت کافر شدن انسان ممکنه وقتی گپی پیغمبران رو میزنه حضرت فلان علیه السلام حضرت فلان حضرت یعقوب علیه السلام حضرت یوسف علیه السلام حتی ما ای واعظان و عالما و سخنرانا بعضی جا میشنویم یوسف دسته بوده ای داملو شاید تو کی را گفته شاید تو یوسف حضرت یوسف نمیگه حضرت یوسف علیه السلام ای را خدا شأن داده است رتبه داده است مقام داده است این یوسف ابرار نیست این یوسف یعقوب علیه السلام ای تو گفته این همی سلام برای انمی خواهی ما دیدیم واجداره که 20 سال خوندگی ادب نداره نام پیغمبر یوسف یه باشه یوسف یه بار گفتی 2 بار گفتی تو خیالت من یگان اوچیم بطر اینجا شدم یا یگان قلقم لقایم یه گفت فکر بزا نامی هر پیغمبر گفتی هر گفتگید علیه السلام حضرت پیغمبر یوسف علیه السلام یوسف پیغمبر علیه السلام برادر این وظیفه خدا و رسول خداست وظیفه خدا بالای تمامی امتها و خلقا مانده است تو امیا لتیننت اگر ملت لتیننت میگو یور یادوش میگو تلخش میگه ای باشه ما افیسرم اینو شگری افیسریت خدا زده یک رتبهش کمتر بگو تلخش میکفه این مردک با خدا گپ زدگی اینا خدا ای بین صدها هزارها جدا کردگی شما برای همین که پیغمبرها همین 3 چیزه اولیاها و عزیزای خدا این چیزه نظر نکردن زینت هوا دنیا
دنیا را نزده و ما برای دنیا خودمون کشتیم و نشا برا ای دیوال سیم بلوک خش خری و خش فروشی و خش یاری نه بردیم دنیا همین میگه بود دنیا چیه دیگه بود دنیا میپرد هم پرتریت اطلاع کنن بعد دنیاش بگوی نه یا هیکل تا و مجسمه تا نه این همین دنیا همین امارت نکردن حضرت لقمان حکیم حضرت جبرائیل علیه السلام با یک روایت زیارتش خدا روانش کرد که برا لقمان ما رو یک خبر گرفت نیمی بدنش در افتوای نیمش در سایه یک خمشک در بالاش کشیدگی گفت لقمان سلامش داد احوال پرسید کرد گفت لبیک دوست خدا عزیز خدا چه خدمتی گفت عمر چند داری گفت 700 سال یا 500 سال یا زیاد یا کم گفت که همین یک کاری میکردی این طرفی بدن هم در سایه میگردید افتا و ناراحت میره ناخشد میره گفت که 500 یا 700 سال ارزشی در سایه ایستادن نیست گفت امتهای من خبر دارم از علم عرش اعلی و از علم خدا امت پیغمبر رحمت للعالمین در آخر زمان میاد با 50 و 100 سال قصرهای کنن که بر هوا و بلند که 10,000 سال آفتاب و باد و باران او را رخنه کرده نمیتونه گفت اگر 50 یا 100 سال میبود یه بار سر در سجده میماندم در زمین همو قطی بدش میکردم یا سجده قطی خلاصش میکردم انا این دنیا بعد این دنیا شرطی نیست 16 20 100 ایتاج مثل همو فرعونی اینا زینت هوا دنیا اگه دو دنیا و دو قشپ و شپ وای دو هزار کلمات میخونه 100,000 بار یاد خدا مینه انا بریم سلام این بسیار در اسماء الحسنا نام های پاک خداوند سلام یکی از نام هایی که این چارچوبه 99 نام خدا را زینت داده است اگر دیگه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که چه لله 3,000 اسماء برای خدا 3,000 نام است بعضی مشایخ طریقت شریعت و بعضی پیغمبرها با یک روایت دعا کردن که اللهم بكل اسم سمیت نفسك و ذاتك و صفاتك خدایا به هر نامی که ذات و صفات نامزد کردی به همون نام ما دعا میکنیم خدایا به هر نامی که تو خشنود میشی ما به همون نام دعا میکنیم خدایا به هر نامی که تو به اون نام دعا را قبول میکنی ما به اون نام دعا میکنیم یک انسان گفت که اهل قرآن بسیار اهل قرآن من چندین عالم و دانشمندا و همه را خیلی ها را پرسیدم ما را هم پرسید گفراستش که همی کدام ذکر را کنیم ما گفتیم که خیلی ای استادای کلان از عالما شنیدیم یا ذکر مخصوص نیست آدم همه ذکر را بکنه سبحان الله هم بگه الحمدلله هم بگه الله اکبر هم بگه لا اله الا الله هم بگه بسم الله الرحمن الرحیم هم بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم بگه ولا حول ولا هر چیزی میسر شد گفتن بگیره یک کس فقط در نماز یا در روزه یا در ذکر مخصوص این خیل نیه از هر خیرمن یک خرشه ای هر یک باغ یک گله این قرآن همش باغ اما حضرت بلال رضی الله عنه را آمدن در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت زدن که شب تلاوت قرآن مینه در نمازهای شبش ای سوره اینجا پرسید که خیلی ها بلال گفت که ها این خیلی منی گفتن یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت باغ بهشت که در دنیا باغ بهشت همه قرآن هست من این باغا از اینجاش میگیرم اینجاش یک گل میگیرم اینجاش گفت خوب کردی نیکو کردی انا برای همین ترک زینت ترک هوا ترک دنیا این ترک دنیا معنی نداره کسب نکن کار نکن خانه تا آباد نکنی این خیل نه ترک دنیا معناش آن است که دنیایی که از نماز بمانی از روزه بمانی از نماز جمعه بمانی از حلقه ذکر بمانی از تلاوت قرآن بمانی از حج بمانی از زیارت منزل مقدس حضرت رحمت للعالمین بمانی دنیا وظیفه هم دنیا میگن وظیفه ای که از زیارت خدا بماند از زیارت رسول خدا بماند از زیارت قبله مسلمان ها بماند این دنیا گفته فقط پل و مال طلا تنگره نمیگن وظیفه هم هموی پهلوانی هم داشته باشی دنیا ای سببی نشود که از فرایض و واجبات یا سنن و مستحبات از آداب خدا و رسول خدا از آداب کتاب مقدس قرآن یا از آداب 150,000 صحابه پیغمبر علیه السلام که با او آداب خدا در قرآن مارشی گفت رضی الله عنهم و رضوا عنه رضا شد خشنود شد خدا از آنان و خشنود شدن آنان از خدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین فی کل حال و علی کل حال و علی کل احوال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سبحان ربک رب العزة عما یصفون و الحمد لله رب العالمین روح پاک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هر آن چیزی گفتیم خدایا از زبان همین جوان مردان گفتیم از اخلاص و محبتی که در دل دارند خدایا
از چهره های اینان ما گفتیم خدایا تو یاری کردی. خدایا با روح پاک حضرت محمد صلی الله علیه و آله هدیتاً و با روح اهل بیتشان طیبین طاهرین و صحابگانشان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و با روح پاک جميع حضرات انبیاء و مرسلین و اهل بیتهم طیبین طاهرین و صحابتهم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. با طفیلشان با روحات استادان پیران حقیقت، پیران طریقت، پیران کم، پیران مذهب، پیران معرفت، پیران شریعت، پیران خلقت، پیران ارشاد، پیران هدایت، آنانی که مقام و رتبهشان بالا و بلندتر و